شیخ علی طنطاوی شیخ ازهر در همین جشن امام اعظم خدا رحمتش کنه اومده بود، همیشه شرکت داشت، دیدم دینش. در یک کتابش ذکر میکند، میگه یک روز مسجد جامع قاهره در اومده، میگه به خاطر نماز ادا کردن. حالی وقتی نماز شروع نشده است، یک آدم نماز خونده است، نماز نافله شاید تحیه میخوند، همین نماز خونی شدید، میگه در دلم شک غلطید در اون که آیا همین شخص طریقه نماز خوندن میدونسته باشه یا نه. بسیار با ترس میخونه، گاه کوشش میکنه رکوع کنه بخچه راست میکنه. همین شخصی نو شاگرده که نو شروع کرده است به همین شکل. بعد نماز وقتی که سلام داد در پهلو ششتم سلام علیک کردیم پتیش و میگه سوالش کردم که برادر مسلمان هستی؟ گفت الحمدلله مسلمان نباشم در مسجد چیکار میکنم؟ میگه گفتم آقای تو در سن 30 قریب رسیده چطور تو مسلمان و مصری هستی؟ از نماز خونی دیده میشه که تو نو نماز یاد گرفته؟ گفت بله روز دیم است نماز بخونم. میگه گفتم چی سبب شد؟ گفت ما از خوردی در یک عائله اروپایی معاب تربیه یافتیم، یعنی پدر و مادر و اهل خانواده همه تربیه اروپایی دیده بودن، نماز نمیدونستن چیه. من خیال میکردم در تاجیکستان ما کسی نیست که یگان سوره ندونه، متاسفانه بودیم. خیلی تعلیم نگرفتی از کجا سوره را میدونی؟ از بس که میگه در عائله ما نام الله نمیگرفت کسی نماز نمیخون، کسی ذکر نمیکرد، هیچی نمیدونستم. به همین شکل بزرگ شدیم. مکتب عالی را در اروپا خواندم. اومدم میگه در قوه‌های حربی مصر به حیث افسر کار میکنم و از دوشندیسن نیویسکه. همین نزدیکی قطعی میگه یک روز از چی میپریم؟ از چتر پراشوت. حضرت خدای تعالی پراشوت باز نشد. زپسکش هم میکشم، میگه زپسکش در دست میوید کنده شده باز نشد. اگه دیگه دست و دل همه کنده شده است. همین وقت باری اول در حیات میگه کلمه الله در زبان اومد. یا الله استغیث بک، پروردگار رو به تو پناه میبرم. همیشه سخن میگه گفتم دوم که همون زپسمای پراشوتی که چیزش کنده شده نبود کشوده شد. اومدم در زمین زدم، خداوند حفظم کرد، پام اندک لط خوردم که الحمدلله سالی ماندم. به خود اندیشه کردم که آخه خاک در سرت برای چی در بالای هوا نگفتی که یا وزیر مدافعه مدد؟ چرا نگفتی ای بوش مدد، ای پدر مدد، ای مادر مدد؟ شخصی که در حیات نام الله نگرفته است، در همون حالت مشکلی نام الله در زبان اومد. میگه حالی دیر نشده است بگه گفتم هیچ نمیدونم. آخی یک همسایه را پرسکو کردم دیروز، همه طریقه نماز خوندن رکوع و سجده را برام تعلیم داد. انا میام مردم من نگاه کرده و به ترس همه یک شخص از پیشم چخیله که نماز میخونه و انا مثل همون نماز خونده و چیزی که او شبر میکنه ما را ممکن شبر کرده نماز خونده استیم. بعد میگه خیستم آغوشش کردم، از پیشوانیش بوسه کردم که الحمدلله انا مسلمان شدی، مسلمان کامل شدی، کل شیء یرجع الی اصله. انا باید برای ما و شما را همیشه عبرت باشد. میزنیم خدمت پایان، میزنیم بالا. وقتی که معین دقیق دونستیم که میم بریم به الله گو میشیم. اما الله در وقتی سالمیت بگو، الله در وقتی ثروتمندیت بگو، الله در وقتی بگو که کامل هستی، قوت داری، دنیا را دوست می‌داری، محبت به حیات داری، محبت به مال و ثروت داری، تا اینکه پروردگار در وقتی تنگی و مشقت دستگیریت کنه. احفظ الله تجده تجاهک، معناش همیه احفظ الله تجده تجاهک.
انا خیلی خدا را باید ما محافظت کنیم. وقتی محافظت کردیم، وقتی در قلبمون کی بود باشه، انشاءالله در اون صورت از کسی خوفم نداریم، خطرم نداریم. این بعضی جوان مردم را میبینید چنان به تشویش میگردن. چرا؟ زیرا که میگه خدا داریم. من خدا دارم، چی پروا دارم؟ الله همراه من چی پروا دارم؟ وقتی که بیگاه همیشه ذکر در زبانت باشه، با ذکر لا اله الا الله مشغول باشی، پرتو نور حق میگه تمام وجود میگیره. این وجود خاکی تو وجود آسمانی میشوه دیگه. این بدن خاکی را فراموش میکنی. پیش چشم شهود تو مطلق هیچ ناید با جز هویت حق. در این صورت به هر چیزی ببینی تجلی نوری خدا را میبینی. همه گم میشوه، همه نیست میشوه. برای همون لا اله اله همه را فرو برده است. بشنود گوش جانت از هر سو لا هو فی الوجود الا هو. بعد در همی گوش جانت فقط همی صدا میاد لا هو فی الوجود الا هو. با خدا غیر خدا در ده جهان چیزی نیست. فهمیدی یک وحدتی وجود چی بوده است؟ بسیار مرکب است، نه که گمان میکنم همین مقدارش کافی است، زیرا ای موضوع دور میشیم. پس لا اله الا الله محمد رسول الله محوری هست که تمام موجودات خدای تعالی در اطرافش میچرخونه، همه در گردی لا اله الا الله چرخ میزنن. این ایخل مرتبه و این ایخل منزلت خدای تعالی برای لا اله الا الله داده است. کسی که اهل لا اله الا الله محمد رسول الله هست، خداوند میگه بالای من حق داره. ببینه ما میگیم که هیچ کدر زیمه خدا حق نداره. البته این حق داره که یعنی که من او را دوستش میدارم، احترامش به جا میارم، به این معنی اومده است. اما کلمه حق در متن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است. در صحیح بخاری اومده است حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه صحابی بزرگ پیغمبر میگوید كنت ردف رسول الله صلی الله علیه و سلم على حمار یقال له عفیر. یک روز میگه از قفای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای خر سوار شده بودم. حضرت خاکساری شما ببینه بسیاری وقت در مدینه منوره در خر سوار میشیم. امروز ما در تیک و سوار شدن به خود ننگ میدونیم. حضرت معاذ میگه که من از قفای پیغمبر میشیشتم، هر دمو پهلو به پهلو، او از پیش بود من از قفا. نام خر میگه عفیر بود. از فرط محبت حتی نام خر پیغمبر از یاد میدونستن. برای ما و شما بیانش کردیم. اصحاب بزرگوار پیغمبر بسیار دوست میداشتن حضرت. حتی بار حضرت عبدالله ابن ابی رواحه با سردار قبیله خزرج، با سردار منافقای مدینه عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول ابله که پیغمبر ملامت کرد، گفت یا محمد با خرت اومدی در پیش ما ایستادی، این خری بدبخت شاشه کرد، بوی میزه که خر همه را پر کرد، اخی ما دوخی زدگیم، مشک عنبر قطی خدمونه شکیدگیم، عیش مولا منغز کرد. حضرت عبدالله ابن ابی رواحه یک مشتی آبدار در دهنش زد، گفت پدرسک چی میگوی؟ قسم به خدا بوی پیشاب خری رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما از مشک عنبر بالاتره. حضرت میگه در قفا شیشته بودم، گفت یا معاذ هل تدری ما حق الله علی عباده و ما حق العباد علی الله؟ گفت ای معاذ تو میدانی که خدای تعالی در ذمه بندگانش چی حق دارد و بنده ها در ذمه خدا چی حق دارند؟ حضرت معاذ میگه گفتم الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناتر است. این عادت صحابه پیغمبر بود. یعنی سوالش میکنم میگه خدا و پیغمبر داناتر است. امروز بعضی برادرها سوال میکنن با جواب شخص چون میگن دوملای نمیخیل کار شده است، من نمیخیل جوابش دادم، چه خیلی میشه جوابش؟ اوخی ای سرت مولا جوابش که گفتی با چی زنگ میزنی؟
من انا میخیل جوابش دادم اینا میخیلی نمیخیل چی بشیده باشه سر دیلت میشه دیگه چی بشه واقعا. گفت الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناتر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود حق الله علی العباد ان یعبده ولا یشرک به شیئا. حق خدا در ذمه بندگان آن است که خدا را خالص عبادت کنند و در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نکنند، یعنی اهل لا اله الا الله باشند، در چارچوبه لا اله الا الله قرار گرفته باشند. و حق العباد علی الله الله یعذب من لم یشرک به شیئا. و حق بندگان در ذمه خدا این است که کسی را که به خدا چیزی را شریک نکرده است عذاب نده، در دوزخ نپرتوید. اهل لا اله الا الله این خیلی قدر منزلت دارن که حق دارن خداوند اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله را به شرط صادق باشن در قولشو در گفتارشو در دوزخ نمیانداخته است. خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ملائکه خدا دوست می‌دارن اهل لا اله الا الله. فقیه ابی لیث سمرقندی در بستان العارفینش روایت میکنه، میگه 7 کلمه است که هر کسی که همه 7 کلمه را مکرر دائم ذکر کند او محب خدا و محب ملائکه است. خداوند شرافت او را اقرار میکنه، یعنی پیش خدا شریف است، پیش ملائکه مقرب خدا شریف است این شخص، به شرطی که همه 7 کلمه را مکرر دائم در موضعش استفاده ببره. اول قبل از آن که یک کار خیری را شروع کند بسم الله الرحمن الرحیم میگوید. کلمه اول بسم الله الرحمن الرحیم. دوم وقتی که همون کار خیر انجام داد الحمدلله میگه یا الحمدلله رب العالمین. سوم وقتی که نقشه میکشه که فردا یا پس فردا یا سال آینده یگان کاری را میکنم، البته که در خفاش انشاءالله میگه اگر خدا خواسته باشه، زیرا اگر نگه خاکش باد میشود. چهارم اگر به شرط مبادا از زبانش یگان سخن ناجای برومد، یگان گپی نامعقول برومد، یا سخن لغو گفت استغفر الله میگه فی الحال از خفاش. پنجم وقتی یک کاری مکروهی را دید، یک کاری ناجایزی را دید، یک حول ترسی را دید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه. ششم وقتی که مصیبت به سرش آمد یا به سر یک نفر همسایه و خویش اقرباش آمد یا یک نفر دوستش آمد کلمه استرجاع به زبان میراند، انا لله و انا الیه راجعون. و هفتم که کامل کننده همه این شش است، همیشه شب و روز دائما لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر میکنه. این شخص پیش خدا و پیش پیغمبر و پیش ملائکه های خدا محبوب است و شخص شریف دانسته می شود. شریف یعنی عزیز، با آبرو، سید، آدم با عزت، با عظمت دانسته می شود به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنش. در خبر اومده است که خداوند متعال اهل لا اله الا الله محمد رسول الله را از عذابها خلاص میکنه، نجات میده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه النار. هر کسی گواهی میدهد که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و گواهی میدهد که محمد صلی الله علیه و سلم رسول بر حق اوست، خدای تعالی بر این بنده آتش جهنم حرام میگرداند. حدیث عباده ابن صامت روایت کرده است، در صحیح مسلم اومده است. ببینید
در روایت دیگر حضرت عثمان در صحیح مسلم آمده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت من مات و هو یعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی در حال میمیره که اقرار است که نیست معبود مگر الله سبحانه و تعالی، این بنده داخل جنت می شود. این بنده جنتی است. برای شهادت بده. بخاری روایت میکند از حضرت ابوذر غفاری صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم آتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه ثوب ابیض و هو نائم. میگوید نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم، حضرت در بدن لباسی سفید داشت، خواب بود، نافارش نکردم. میگه برگشتم ثم آتیته و قد استیقظ. بار دیگه وقتی اومدم حضرت علی از خواب خیست است. گفت یا ابوذر ما من عبد یقول لا اله الا الله محمد رسول الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. هر بنده ای که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه و اهل همین کلمه از دنیا میروه، این مرد داخل جنت میشود. حضرت ابوذر غفاری بسیار کنجکاو بود، بسیار ناترس بود. از همه زیادتر پیغمبر همین حضرت ابوذر سوال میکرد. گفت و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت گفت و این زنا و این سرق، اگر چی دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت میگه حیران شدم، با سوالش میکنم یا رسول الله و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. باز در جواب پیغمبر میگه و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت میگه طاقت نکرده باری سیم با گفتم یا رسول الله و این زنا و این سرق. در جواب گفت و این زنا و این سرق علی رغم انف ابی ذر. گفت بله، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه علی رغم انف ابی ذر. ابی ذر نمیخواد که خدای گناهی را ببخشه، نمیخواد که خداوند را داخل جنت کنه، لیکن اگر حتی همین آدم توبه کنه، توبهش اگر توبه صدقی باشه، توبه نصوح باشه، خداوند داخل جنتش میکنه. معنی گبی نیست که من لا اله الا الله محمد رسول الله بگم زنا کنم دزدی کنم بگردم. نه، نعوذ بالله، هیچ وقت این گپ این معنی را نمیته. معنی گبی است که یک آدم زنا کرد یا گناه کرد، دزدی کرد، بعدا اصلاح شد، توبه کرد، در چارچوبه لا اله الا الله محمد رسول الله داخل شد. اگر خدای بزرگ همین بنده را به فضلش بگیره، گناهاش هم ببخشه، یک روز داخل جنتش میکنه. دیگه از او زینای کردگیشو، از دزدی کردگیش سوالش نمیکنه. اما اگر به عدلش بگیره، همون موافق جنایت کردگیش جزاش هم میبینه، چند ساله باشه، بعدا البته داخل جنت میشه و مادام که اهل لا اله الا الله است. به این معنی اومده است. خدا نگه بداره که او گناه کبیره مثل دزدی و مثل زنا چی مقدار مهلت داشته باشه. در آیات های قرآن اومده است حقب میگه خداوند، احقاب لابثین فیه احقابا. حقبش در تفسیر اومده است 80 سال، بعضی ها حتی گفتن 100 سال. این حق پشت حقبش چقدر خدای تعالی خودش میدونه. زمان خاطر بسیار مغرور نشوه. اون مردمی که متاسفانه از عبادت خدا دور هستند، متاسفانه امروز نماز نمیخونن، نه که دعوا میکنن که ما اهل لا اله الا الله هستیم، روزه شون میخرن میگن که ما اهل لا اله الا الله هستیم. ها فراموش نکنه وقتی که اهل لا اله الا الله میگیم، کسایی را ما در نظر داریم که قایم و استوار استودیان در لا اله الا الله، از چارچوبه لا اله الا الله و محمد رسول الله خارج نشدن. یا شاید اهل لا اله باشن، اهل لا اله الا الله نباشن. در این اهل لا اله همون کمونیستا و اتئیستا هم داخلن. همون خونه سوخته ها میگن لا اله، خدا نیست.
پادشاه نیست، خاک نیست، بلا نیست. همه اتئیستا هم میخوان میگن کو لا الهش اتئیستا هم میگن. به الله شخص مؤمن شماریده نمیشود. حضرت علامه اقبال قصه روسیه را کرده است، روسیه بلشویک‌ها را. همون وقتی که بلشویک‌ها در روسیه سر قدرت اومدن با سرداری لنین، علامه اقبال زنده بود. بعد میره شرح میده که سببش چی است. همچنان بینی که در عهد فرنگ بندگی با خواجگی آمد به جنگ، روس را قلب و جگر گردیده خون، از ضمیرش حرف لا آمد برون. در عهد فرنگ میگه در همین زمان فسق و فساد اروپایی روسا را قلب جگرش خون شد، بیزار شدن، از دهنشو گپ لا برومد. آن میزان کهنه را برهم زده است، تیز نیش بر رگ عالم زده است. کرده ام اندر مقاماتش نگه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله. وقتی میگه خودشو تحقیق کردم که لا ای اروسا چی باشه، لا اینا لا سلاطین لا اله لا کلیسا، یعنی که نیست بود پادشاه، نیست بود کلیسا، نعوذ بالله نیست الله. این لای روسا و بلشویک‌ها همی است. لا اله هن اینا، الا الله ندارن. فکر او در تندباد لا بیماند، مرکب خود را سوی ایلا نراند. این بیچاره در همین لا اله رست شد. اندکی دیگه اسب پیشتر نرم که الا الله بگه، مگر الله. ایشا نگفت. فکر او در تندباد لا بیماند، مرکب خود را سوی ایلا نراند. آیدش روزی که از زور جنون، آیدش روزی که از زور جنون، خیش را زین تندباد آرد برون. من باور دارم گفت که یه روز نه یه روز از همین تندباد، از همین گرداب خچه خلاص میکنم، از گردباد لا اله خچه خلاص میکنم به سوی الله. آیدش روزی که از زور جنون، خیش را زین تندباد آرد برون. لا و الا ساز و برگ امتان، لای به اله یا که نفی به اثبات مرگ امتان. لا به اله نمی شود، ساز و برگ امتا لا اله الا الله است. لا اله توقش مرگ امتا است، نفی به اثبات مرگ امتا می شود. از همین خاطر لا اله به الا الله نمی شود، نفی به اثبات نمی شود. همچنین لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ وقت نمی شود. هر کسی که اهل لا اله الا الله هست و اهل محمد رسول الله نیست، او کافره. معنای گپ علامه اقبال این نیست که روس‌ها یک روز با اهل کلیسا میشوند، نه. علامه اقبال میگه که یک روز نه یک روز همین روس‌ها هم راه حق در مییابند، به سوی اسلام میل میکنند، مسلمان میشوند. امروز الحمدلله در روسیه پروسسی مسلمان شوی قوم های روس بسیار تیز و تند است. الحمدلله بسیار خوشو رفته است. خداوند اگه نگهشو بداره. یک برادر داریم با نام حاج قربان علی، همه 2 هفته قبل از این اسکندری برادرمون توی کرده بود. اسکندری که اعلانش کرده بودیم یا تو هستی در مسجد که مسلمان شده است، تویش کردن. یک دختره که صالحه افتن زنش دادن. بعد در توی اومدن رفیقای اسکندر، یکی نامش عبدالله، نامای روسیشون نمیگیم اکا، یکیش نامش عبدالرحمن، لباسای سنتی در بر، چنان زیبا و آزاده با این لباس اسلامی و سنتی. همین مردمی سفید پوستی روس هم قیمزه بکی چشمو اگر کبود باشه میپرسیش کک دیلا الحمدلله، کک здоровье الحمدلله، سبحان الله الحمدلله. ایران ببینه غرض محمد اقبال لاهوری همین است که یه روز نه یه روز این مردم نجات مییابند. مادام که عدالت میخواهند نجات مییابند. هر کسی عدل بجوید عاقبت الامر میآید به اسلام میرسد.
لف تالستوی، همون نویسنده بزرگ روسو، میگه پریدل совершенства совершенного человека اسلام. بلندترین نقطه انکشاف انسانی متمدن اسلام است. از این نقطه بالاتر نیست. تمدن بشری از اسلام نقطه بالاتر نداره. معنی گپش. علامه اقبال وقتی که سخن میگه همین را در نظر داره. پس لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ است برادرای عزیز. امام مسلم روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث راوی اومد ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. هر کسی که گفت نام مرا میشنوه، از شریعت من باخبر میشود، او خواه یهودی باشد خواه نصرانی باشد و قبل از او که به اسلام ایمان میارد اهل لا اله الا الله محمد رسول الله میشود، اگر از دنیا بگذره او اهل دوزخه. کتابی بدن فایدهش نمیکنه، اهل لا اله الا الله بدن فایدهش نمیکنه. پس کامل شدن این کلمه در صورت است که بعد لا اله الا الله محمد رسول الله باشه. به این کامل هیچ وقت نمیشه برادر عزیز. سبحان الله. و ما و شما الحمدلله اهل لا اله الا الله هستیم. بزرگترین کلمه، زیباترین کلمه، فاضلترین کلمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکرها لا اله الا الله هست. از این ذکر بالاتر، از این ذکر بالاتر تصور کرده نمی شود. حضرت مولوی یک نظم دارد برای آنکه شما درک کنید که اهل لا اله الا الله چی مرتبه دارن پیش خدا، چی منزلت دارن، چی بزرگی دارن. انشاءالله همین نظمه به سمتون میرسونم. حضرت میگوید آن مجوسی گبرکی آتش پرست، بحر عزم هند در کشتی نشست. یک زردشتی، یک گبری زردشتی که در ایران زندگی میکرده است، به خاطر سکونت در هندوستان عزم سفر هندوستان اختیار میکند و به خلیج فارس رفته و در کشتی سوار میشود. در ایران مجوسی ها گبرها همیشه بدن، تا حالی را هستند. اینا ببینید در اسلام جمهوری، در ایران جمهوری اسلامی است، اما تا به حال طبق خبری که در آمار هست، در ثبت آمار، در استاتستیکا، زیاده از 10,000 آتش پرست زردشتی در ایران زندگی میکنند. اینا مثل این زردشتی ها و آتش پرست های ما نیستند که از پدر و مادر مسلمان تولد شده و بعد کافر شده باشند. نه، اینا پدر جد اجداد گذشته هاشو همش همون مجوسی و زردشتی بدیم. این شخصایی که بعد زردشتی شدن از اسلام یا بعد نصرانی شدن، اینا از زردشتی و از نصرانی ها به مراتب پستر و خورتر هستند. همه سگ قدر قیمت داره در اسلام، یک نرخ معین داره، اینا ندارن. اینا مرتدن. اکو وقتی که مجوسی و گبرکای ایران گفتیم در نظر داریم همون کسایی را که جد اجداد گذشته هاشو همش مجوسی بدن. و این یک دلیل بسیار قوی است بر ضد او شخصایی که متاسفانه امروز هم زبان کینه و کدورت دراز کرده و اشغالگران عرب میگویند. دین اسلام میگن به ضرب آتش شمشیر پهن کردیان. والله این دروغ است. خدای تعالی در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین، در دین مبین اسلام مجبوریت نیست. هیچ قوم و هیچ خلقی را مسلمانان مجبور نکردند که شما اسلام رو بپذیره. این گپ دروغی محض است.